درود به دوستای گلم، خوش اومدین به کانال خودتون. امروز میخوام این پیراشکیای خوشگل و خوشمزه و آسون رو درست کنم. نیاز داریم به 2 تا پیاز متوسط که اونا رو من پوست گرفتم، شستم و به صورت نگینی خوردشون میکنیم. شما میتونین با به سلیقه خودتون یا از پیاز داغه که از قبل آماده کردین استفاده کنین. بعد روغن مایع یا روغن زیتونتون رو اضافه میکنین. پیازامون رو نمیخوایم خیلی تفت بدیم که قهوه‌ای بشه، در حدی که فقط سبک بشه کمی کافیه. بعد وسط مایتابه رو باز میکنیم و گوشت چرخ کردمون که من از ترکیب گوشت گوسفند و گوساله استفاده میکنم. شما میتونین با به سلیقه خودتون و میلتون اون گوشت چرخ کرده که دارین رو استفاده کنید. بعد از این که گوشت چرخ کردمون رو اضافه کردیم به پیازمون، خوب هم میزنیم که با هم دیگه مخلوط بشن. حرارتمون هم کم نمی کنیم، چون تو حرارت کم گوشتمون آب میندازه و ما نمیخوایم این اتفاق براش بیفته. بهتره که حرارتمون متوسط باشه، اینطوری طعم گوشت هم حفظ میشه. بعد از این که کمی تفت خوردش، حالا به اندازه‌ای که لازم هست، من همیشه 1 حبه سیر به این ترکیب اضافه میکنم. تو طعمش خیلی تاثیر داره و اینکه اصلا بوی اون سیر رو نمیگیره، تو مزهش تاثیر داره بیشتر. بعد از اینکه سیرمون رو هم اضافه کردم، باز کمی اون رو تفت میدم که اون خامی سیر گرفته بشه، بعد عطرش آزاد بشه. بعد میریم سراغ ادویه که من از زردچوبه استفاده کردم، نمک به مقدار لازم، فلفل سیاه یا قرمز، پودر سیر که خیلی خیلی باز اهمیت داره تو این ترکیب، با طعم گوشت رو بی‌نظیر میکنه. کمی هم رب گوجه یا از گوجه تازه میتونید استفاده کنین، فرق نمیکنه و مقدارش هم بستگی به ذائقه خودتون داره. خیلی از رب استفاده نمیکنن، باز هم مشکلی نیست، اما تو این ترکیب فوق‌العاده میشه. خب بعد از اینکه همه موادمون رو کمی با هم تفت دادیم و مطمئن شدیم هم خوب تفت خورده و دیگه نیازی نیست روشن باشه، خاموشش میکنیم. خمیر هزارلامون هم که از قبل از یخچال در آوردیم و به دمای محیط رسیده، خوب پهن میکنیم برای اینکه باز نشه و پارگی توش به وجود نیاد. این خیلی مهمه. من خمیرم رو به صورت مربع برش زدم. شما هم اگر از این ظرف‌های داخل فر که برای کیک‌های کوچیک یا کاپ کیک استفاده میشه، از اون دارین استفاده کنین، چون تو اون قالب خب فرمی که میخوایم رو به خودش میگیره. ظرفمون رو نیازی نیستش که اصلا چرب کنیم، خمیرهامون رو داخلش قرار میدیم و خوب از این قسمت انتها فیکس میکنیم که فشار میدیم که بچسبه. بعد از این که همه خمیرهامون رو داخل ظرفمون قرار دادیم، از موادی که درست کردیم داخل مواد رو پر میکنیم تا جایی که موادمون کاملا تموم بشه. حالا دیگه اون تقسیم بندیش بستگی به میزان خمیر و میزان موادی که درست کردین داره. این پیراشکی گوشت فوق‌العاده خوشمزه و راحت هستش و تو کمترین حالت ممکن میتونه نهایت نیم ساعت وقتتون رو بگیره، اما در آخر یه غذای فوق‌العاده خوشمزه و راحت رو درست کردین که خیلی سریع آماده میشه. برای قسمت روش هم از پنیر پیتزا استفاده میکنیم که کاملا روشون رو پر میکنیم. برای شکلی به خمیر، قسمت گوشه های خمیر رو من وسط آوردم و انتهاشون رو با هم دیگه فیکس کردم و که باز نشه. در همین حد کافیه. تمام. 2 مدل به این صورت درست میکنیم. خیلی سخت نگیرین آشپزی رو، خیلی راحته. یعنی با امکاناتی که الان هست، خیلی چیزا آماده مثل خمیر هزارلا بیرون وجود داره، شما میتونین فینگر فودای خیلی خوشمزه و راحت و خوشگل رو درست کنین. برای مدل بعدی فقط کافیه که قسمت گوشه خمیر رو
یه پیچ کوچولو بدین. حالا میتونید بیشتر یا کمتر انجام بدین. با این مدل یه طرح خوشگلی میگیره. خوبی این خمیرای هزارلا همینه. بعد از پودر آویشن حتما استفاده کنی. پودر آویشنمون قبل از اینکه داخل فر بذارم روی پنیرامون میریزم که اون عالی میشه. از گوجه گیلاسی استفاده کردم. این برای دیزاین پیراشکیمون هست. خب و اینکه با یه خمیر 3 مدل پیراشکی درست کنیم. بعد نیازی به رومال نیست. دمای 180 درجه و 35 دقیقه. فوق‌العاده شد. فوق‌العاده. ببینید هم رنگش عالیه و مطمئناً طعمش بی‌نظیره. پیشنهاد میکنم حتما این پیراشکی‌های خوشگل و خوشمزه و آسون و برای شام یا حتی فینگر فودای مهمونیاتون درست کنید. با یه مدل خمیر، یه مدل مواد میتونید 3 مدل، 3 طرح خوشگل و جذاب درست کنید. هم با گوجه، بدون گوجه و به صورت بخچه‌ای. فوق‌العاده شده. بی‌نظیره. خوبی این مدل پیراشکی اینه که شما میتونید هر طرحی که دلتون میخواد رو به خمیرتون بدین. من برای نمونه این 3 مدل رو آماده کردم. بی‌نظیر شده. رومال و حتی چربی اضافه شما میتونید به مقداری دلخواهتون از روغن استفاده کنید. کاملا اختیاری هست. ببینید چقدر عالی شد. با انواع سس میتونید نوش جان کنید. جای همگی شما سبز عزیزای دلم. حالا که تا اینجا اومدی لایک خوشگلت رو فراموش نکن. برام کامنت بذار و اگر تا الان کانالم رو سابسکرایب نکردی خوشحال میشم سابسکرایب کنی و رو حالت آل قرار بدی و به جمع کوچیکمون اضافه بشی. ممنون از اینکه حمایت میکنی. این ویدیو رو ارسال کن برای دوستای خوشخوراکت، کسایی که عاشق فینگر فودن. تا بعد.